بسم المقام المعظم دون یدی و الاسفندیار المشاییات و الختم روزگار المحمود احمدی نژاد المستشفیات و الصیدلیات الی غیرون نهایه. در همین ابتدا یک دو بیتی میخواستم تقدیم مقام عظمای ولایت بکنم که میفرماید: جهنم گر غمت پایان ندارد، به درک گر سرت سامان ندارد. بخندم من به این ریش ولایت که ضایع تر از این امکان ندارد. به حول قوه قلمی و به مدد پیشرفت‌های دولت دهم تونستیم سال 90 رو به سال 91 تبدیل کنیم. الان هم در همه زمینه‌ها ما پیشرفته ترین کشور دنیا هستیم. بله، یه قلم قیمت نون سنگک با ویندوز 7 یکی شده. بله، واحد ریال رو هم با استفاده از فناوری‌های شیمیایی به پهن تبدیل کردیم. بله، خواهش می‌کنم. این تنها دستاورد شیمیایی ما نبود. الان تو تهران هر کس میتونه با یه نفس کل جدول مندلیاب رو بکشه تو ریه‌اش. بله، این دستاورد کمی نیست. بنده در سال گذشته در جریان یکی از سفرهای استانی در استان نیویورک خدمت عمه مرحوم توماس ادیسون هم رسیدم که منو از دور از اون ور خیابون دیدن، اومدن یه پیغامی دادن که من همینجا خدمتتون عرض میکنم. بله، گفتن توماس ما فقط برق رو اختراع کرد، لطفا ملت با نژاد ایران به خاطر قبضش بنده یعنی عمه ادیسون رو مورد عنایت و خطاب قرار ندن. بله، تشکر میکنم از شما. بله جان کوچیک آقای رئیس. بله انتر 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 انتر، یکی از اون یکی بدتر. انتر 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 انتر، یکی از اون یکی بدتر.